نه دم آخری کلمه بدی نیست که مامان جان نگران نشو. داداشی جایی میخواد بره؟ میخواد بره زن بگیره. آخه به این زن میدن؟ آره احمق زیاده دیگه. میخوایم قایمکی فرار کن. نکنی یا گیر میافتی. نفوس بد نزن بچه. به دلم بد افتاد نمیخوام داداشی بره. نه بابا میره برمیگرد. اونجا رو نگاه. شنیدی که شروع نشده هنوز. بفهم بابا معلوم در بود از شما. ببین من خودم زنگ میزنم. خب به این خط زنگ بزن باشه. قربونت روشن. خداحافظ. نازم خود آقا تو هم اینجور بخون. میتونی حتی کشش رو بدی. آدرس درست حسابی به من بده من گیج نکنیم دفعه بگیر. این آدرس رو بهت میدم میای به این آدرس مستقر میشی میای خودم میام. واسه نگاه کنم. یه دقیقه صبر کن یه چیزی یادم رفته. صبر کن واسه. یه دقیقه برای شال و کلا خریدم سرما نکن. صبر کن. ببین نگران نباش. خب برمیگردی خداحافظی. شنشی یعنی پرواز. آره. اصلا این ابو طیاره خیلی باید گرون باشه نه؟ آره تو بازار که نیست. تا حالا من نشستم حساب کتاب کردم قیمت اصل ماشینشو در آوردم. آفرین. حالا چند تومن میشه؟ به تومن که بلد نیستم. دفترچه‌م الان نیاوردم ولی الان به دلار بلدم. چقدر؟ 600 میلیون دلار. 600 میلیون دلار. آره. خیلیه. ماشین به اون گرونی خط بیفته بطمنه مادر مرده دیوانه میشه. باید بیاد وسط خیابون بشینه دستشو بگیره بازو. خدا یعنی اصلا فاز غمو میگیره. آره بعد گریه مردم میان جمعشن چی شده دیگه بیا نگاه کن. بعد بیاد این خط ماشین رو مردم هم ببینن میتونم. آی گریه. بعد یه مرد کوری هم از اونجا رد میشه میگه که این صدای شیبانو زاری میشنوم مال چیه. صداش بکنم میگن که بیا دست میکشه روی این خط ماشین. چی میگفتی؟ چی؟ واو. و اونم گریه آی گریه. بعد من این وسط این دیوانا جولام میده میاد وای آی ماشینم خط افتاد. آی ماشینم خط افتاد. خط افتاد. وای ماشینم خط افتاد. دیگه شده 500 میلیون دلار. 500 میلیون دلار. وای که چه حالی دارم هوای دیار دارم تو این دیار قربان دارم خدا رو دارم. وای که چه حالی دارم هوای دیار دارم تو این دیار قربان دارم خدا رو دارم. آخرم به کی بگم از این قلب شکستم چی بخونم دیگه من با این صدای خستم. وای که چه